سلام خدمت دوستان عزیز. طرز تهیه عرق خرما. ما خرما رو حدود 6 کیلو ریختیم توی دبه، 12 لیتر آب ریختیم، گذاشتیم حدود 12-13 روز مونده. بعد به همش زدیم، ته‌نشین میشه قشنگ. این آب میاد بالا، عرضم به حضور شما. بعد این دستگاه هم دوستان باید داشته باشن. مواد رو از نصف یه ذره بیشتر میریزیم داخلش. این دستگاه هم باید داشته باشید. داخلش اول آب سرد میریزیم، زیرش هم شعله‌ش رو زیاد میکنیم. وقتی این دبه جوشید، آبمون که یه ذره ولرم شد، قالب یخ رو میندازیم داخلش. وقتی ریختیم داخل این هم یه شیریه که وقتی آب گرم شد از اینجا تخلیه میکنیم، دوباره یخ رو میندازیم داخل این مخزن. این وقتی جوش میاد داخل این لبه داره، داخل این جاهاش لبه داره. بعد اینجاش هم اگه دقت کنید حالت گنبدی شکله. این بخار میکنه میاد میخوره زیر گنبد. بعد روی این لبه ها از اینجا عرق ما به دست میاد. دوستان محترمی که علاقه دارن میتونن با این دستگاه قشنگ عرق خرما یا کشمش بگیرن. موفق باشید.